یا جلوگیری از بارداری. جلوگیری از بارداری برای زنان اجازه هست یا نیست؟ سوال کنترل تولید نسل و جلوگیری از بارداری برای زنان و خانواده ها با قرص ها یا با اشیایی که فعلا مروج است در عالم طب، آیا اجازه هست یا نیست؟ اول یک چیز را باید گفت، اسلام عزیز ما خیلی ترغیب کرده و تشویق کرده به کثرت اولاد. یعنی در اسلام حدبندی وجود نداره. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم، یک مرد آمد به پیش پیامبر گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما یک زن را پیدا کردیم، هم زیبا است هم صاحب نسب است، ولی اولاد به دنیا نمی آورد. یا از امون نسل از کجا فهمیده؟ محدثین میگه شاید در امون خانواده دیگه زنها که ازدواج کرده بوده اولاد به دنیا نمی آوردن، یا همون قبیله همین قسم بوده، یا همون فامیل همین قسم بوده. خب به یک قسم فهمیده. یا رسول الله با همین ازدواج کنم؟ پیامبر فرمود نه. باز آمد گفت یا رسول الله این صاحب جمال است، صاحب نسب است، به همراهش ازدواج کنم؟ در حالی که ولد نمی آورد. پیامبر فرمود نه خیر. مرحله سوم آمد، پیامبر فرمود تزوج الودود الولود. حدیث 2050 ابو داود است. فرمود ازدواج بکن با زنان ودود. ودود کسی که زنی که بسیار محبت به شوهر خود دارد، بسیار شوهر خود را زیاد دوست دارد. ولود زنی که ولد زیاد به دنیا می آورد. این از کجا فهمیده میشه؟ محدثین حضرات میگه از مادرش، از خواهرش فهمیده میشه. یعنی کثیر الولد است، زیاد ولد به دنیا می آورد. ازدواج بکنین به همراه زنانی که خیلی محبت به همراه شوهران خودشان دارن و زنانی که ولد زیاد می آورن. فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامه. پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم من افتخار میکنم به کثرت امت خود به سر دیگه انبیا، که امت ما بیشتر از امت اونها باشه و به این سبب مباهات و افتخارم است. خب پس اسلام عزیز ترغیب میکرده و تشویق میکرده به این که با زنان شما ازدواج کنین که کثیر الولد باشه و زیاد طفل به دنیا بیاورد. حالا مسئله کنترل تولید نسل یا جلوگیری از بارداری در دنیای غرب و اروپا، در چین اجازه یک ولد داده بودن به خاطر که نفوس خیلی زیاد بود. در این سالهای اخیر قسمی که اطلاع رسید که اجازه 2 ولد دادن به خاطر در کرونا خیلی مرد، ولی اجازه 2 ولد دادن، از او بیشتر مجاز نیست و جریمه میپردازن اگر از او 2 طفل بیشتر به دنیا بیاورن. ولی اسلام عزیز ما تشویق میکنه و ترغیب میکنه به کثرت اولاد. اما مشکلات گهگاه سر راه خانواده ها پیدا می شود که برای مشکلات هم راه حل باید باشه. اسلام عزیز برای مشکلات راه حل پیشکش کرده که اگر مشکلات به یک خانم پیدا شد آیا برش اجازه هست که جلوگیری از بارداری بکند؟ چند عذر داره. اگر عذر برش پیدا شد جلوگیری از بارداری برش اجازه است؟ 2 صورت داره. یکی جلوگیری از بارداری که کاملا این زن رحم خود را توسط عمل جراحی میکشه که قطع اولاد میکنه، قطع نسل میکنه که دیگه هیچ ولد خانش تولد نشه، اما لوله ها را قطع میکنه یا رحم کاملا میکشه. در این صورت اسلام عزیز اجازه نداده عقیم شدن یا عقیم کردن زنان که هیچ ولد
و توانایی بارداری، قوه بارداری و حمل از پیششان گرفته شود که رحم خود را بیرون بکشن، اسلام عزیز به اجازه نداده، مگر در یک صورت که یک دکتر متخصص و ماهر مسلمان حاذق او بگویه که به یقین و به گمان غالب اگر این زن این مرتبه باردار شود سبب هلاکت و نابودیش میشه، قطعا این زن میمیره. به احتمال زیاد به غالب گمان اگر زن ای بار باردار شود از دنیا میرود، میمیرد، سبب هلاکتش میشه. در اون صورت چون عذر است دیگه، در اون صورت شریعت مقدس اسلام اجازه داده که جلوگیری از بارداری شود یا رحمش کشیده شود که دیگر هیچ وقت این ولد نگیره. و صورت دومش مقطعی یا به یک زمان معین. آیا اجازه هست برای زنان که جلوگیری بکنن از بارداری؟ علما گفتن بدون عذر مکروه هست، با عذر جواز داره. یکی از عذرها را گفته زن چنان ناتوان و ضعیف شود که توانایی بارداری از او گرفته شود، ناتوان شود، ضعیف شود، تا یک زمانی که دوباره زن این قوت را پیدا میکنه برش اجازه است که جلوگیری بکنه از بارداری. دومی که به خاطر فاصله زمانی بین دو ولد طفل به دنیا آورده. طب امروز میگه اگر طفل پای هم به دنیا بیاین بدون فاصله، هر سال یک طفل به دنیا بیاین، مادر خیلی ضعیف میشه و این طفل شیرخور هم ضعیف میشه، چون با آمدن طفل دوم در شکم مادر شیر خراب میشه و طفل اولی که شیرخور است مزاج او هم خراب میکنه. اینه به خاطر فاصله زمانی بین دو طفل جلوگیری کرده میتونه تا این زمانی که این طفل از شیر خوردن باز بیایه، یعنی شیر خوردن نصاب شیرخوریش تمام شده که 2 سال است، بعد دوباره باردار شده اشکال نداره. سوم گفته که زوجین تصمیمشون به دوام زندگی نیست و اراده جدایی دارن که از هم جدا شوند. در این صورت هم اگر جلوگیری شود از بارداری برشون اجازه هست. و صورت چهارم گفته که به ظن غالب، به گمان غالب و یقین مشاهده شود که یک دکتر متخصص بگوید در بین این 2 تا زوج اگر طفل به دنیا بیاید این امراض موروثی داره، از پدر و مادرش مرض به این انتقال میکنه، مثل مغزش ضعیف است یا فلج زده است یا کور است یا گنگ است، امثال از اینها. در این صورت هم جلوگیری از بارداری اجازه هست. ولی در صورت اول که براتون گفتم قطع نسل کردن، کاملا زن را عقیم کردن و عقیم قرار دادن که زن اصلا طفل به دنیا نیاورد، در این صورت ناجایز است، مگر صورت جوازش که با ظن غالب، به گمان غالب، یک دکتر متخصص و حاذق بگوید اگر این طفل به دنیا بیاورد سبب هلاکت و نابودی زن می شود، زن از این طفل از این دنیا می رود. در این صورت برش اجازه است که امون رحمه کشیده شود یا لوله ها را قطع کرده شود. و اگر جلوگیری از بارداری به خاطر ای باشه که ما ایره نان داده نمیتونیم، فقیر هستیم، اولادا زیاد میشه، نان داده نمیتونیم، قطعا حرام است، چون این جلوگیری حرام است. قرآن میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، شما فرزندان خود را از ترس گرسنگی و از ترس فقر نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، الله شما را هم رزق میده، فرزندان شما را هم رزق میده. یا به خاطر ازی که من اولاد دختر دوست ندارم که دختر تولد نشود جلوگیری بکنه از بارداری، این هم حرام است و نادرست است و صفت کفار است. که اونهایی که پیش از آمدن اسلام بودن دخترها را زنده به گور میکردن، دخترها را زنده به گور میکردن و عار میدانستن، ننگ میدانستن که دختر به خانهشون تولد شود. اگر به خاطر ازی باشی هم نادرست است، به خاطر گرسنگی باشه هم نادرست است. فقط در این 4 صورت عذر براتون گفتم که اگر زن ضعیف است
تحمل بارداری نداره برش اجازه است، یا فاصله زمانی بین دو طفل که طفل اول از شیر خوردن وقتش تمام شود، نصاب شیرخوریش پوره شود 2 سال، و بعدش باردار شود، به خاطر که به طفل هم ضرر نرسه، به مادرش هم ضرر نرسه. سومی که اینا اراده جدایی دارن، این زن و مرد با هم سازگاری نکردن، اراده جدایی دارن، در این صورت هم میتونه که کنترل، به خاطر که فرزند بی سرنوشت میشه. و چهارم، با گمان غالب با مشاهده ثابت شود که اگر این طفل در بین این زن و شوهر به دنیا بیاید امراض موروثی داره، تشنج مغزی داره، و یا ای که فلج داره یا بیماری های دیگر، در این صورت جلوگیری یا کنترل تولید نسل اجازه هست. امیدوار هستم که مسئله را گرفته بشید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.